خب دوستان عزیز، امیدوارم که تا اینجای کار خسته نشده باشید. رسیدیم به قسمت چهارم و قسمت پایانی از جلسه اول. خب در این قسمت جمع بستن اسامی رو میخوایم کار بکنیم. علائم جمع در ترکیه استانبولی دو تاست: لار و لر. خب حالا کجا لار استفاده میشه، کجا لر؟ حروف کالین و اینجه رو یادتون هست که اول آموزش کار کردیم و گفتم که این حروف رو خوب یاد بگیرید چون خیلی مهم هستن. کاربرد اینا در کل گرامر هست، بنابراین خوب یاد بگیریدشون. خب اگر آخرین حرف صدادار از یک کلمه حروف کالین باشه، یعنی حروف آ، ا، او یا او باشه، لار میاد. دوباره میگم، اگر آخرین حرف یک کلمه حرف صدادارش کالین باشه، یعنی آ یا ا یا او یا او باشه، لار میاد. اگر آخرین حرف صدادار اینجه باشه، یعنی ا، ای، او یا او باشه، اون موقع لر میاریم. اینکه لر گفته میشه یا لر مهم نیست، فقط شما این قاعدهش رو یاد بگیرید که اگر حروف اینجه باشه لر باید بیادش. خب چند تا مثال. مثلا کتاب. خب کتاب آخرین حرف صدادارش چی هست؟ آ هست، پس میشه کتاب لار، چون این آ جز حروف کالین هست اینجا، درسته؟ خب پس میشه کتاب لار، به معنی کتاب ها. دفتر آخرین حرف صدادارش ا هست، میشه جز حروف اینجه، پس میشه چی؟ دفتر لر، به معنی دفترها. ماسا به معنی میز هست، آخرین حرف صدادارش چیه؟ آه، که جز حروف کالین هست، پس میشه لار. یه نکته اینجا دقت بکنید، آخرین حرف این کلمه یعنی ماسا یه حرف صدادار هست، بنابراین ممکنه یه سری از کلمات آخرین حرفشون حرف صدادار باشه، یا بعضیا یکی مونده با آخر باشه یا دوتا مونده با آخر باشه، باید بر بخورید با کلمه. پس این رو همیشه در نظر داشته باشید وقتی ما میگیم آخرین حرف صدادار، سریع نرید دنبال آخرین حرف کلمه، چون ممکنه بی صدا باشه، ممکنه من صدادار باشه، معلوم نیست. شما باید دنبال آخرین حرف صدادار باشید. این یکی از اشتباهاتیه که من به کرات از زبان آموزام طی این چند ساله دیدم. پس آخرین حرف صدادار رو مد نظر قرار بدید، میشه ماسالار، میزها. کلمه بعدی کپرو هست. این کلمه هم مثل ماسا آخرین حرفش حرف صدادار در اومده. خب این او جزء حروف اینجا است، پس میشه کپرو لر، به معنی پلها. خب این از جمع بستن اسامی. خب حالا میریم به یک مکالمه. خب در این مکالمه کوتاه یه چند تا اصطلاح خوب رو یاد میگیریم برای آشنا شدن هستش. در واقع تانشما به معنی آشنا شدن هستش. این مکالمه یه جوری تانشما هست، آشنایی هستش. خب شروع میکنیم. مرابا، مرابا. پشت سر من تکرار کنید. Benim adım Olga. Sizin adınız ne? میگه سلام. مرابا به معنی سلام هست، میگه سلام، اینم میگه سلام. Benim adım Olga. اسم من اولگاه. Sizin adınız ne? اسم شما چیه؟ Benim adım Maria. اسم من ماریاه. ممنون oldum. ممنون oldum یعنی خوشوقتم. Ben de memnun oldum. یعنی من هم خوشوقتم. Nasılsınız? حالتون چطوره؟ Teşekkür ederim. İyiyim. متشکرم، خوبم. Siz nasılsınız? شما چطورید؟
Ben de iyiyim. من هم خوبم. teşekkür ederim. متشکرم. Nerelisiniz? اهل کجا هستید یا کجایی هستید؟ Ben بولگاریستانلıyım. من بلغاری هستم یا بلغارستانی هستم. Siz nerelisiniz? شما کجایی هستید؟ Ben Rusum. من روس هستم. خب این مکالمه بودش که میتونید 2 بار 3 بار چند بار تکرار بکنید. کلمات خوبی داخلش داره. برای آشنایی لازم هست که اینا رو بدونیم. آشنایی اولیه. خب این مکالمه رو که کار کردیم، حالا میایم چند تا اصطلاح روزمره رو کار میکنیم. اینا هم اصطلاحات خیلی خوبی هست. سلام به معنی سلام هستش. مرابا هم به معنی سلام بود، فقط اینکه مرابا یه خورده حالت رسمی تری داره. سلام دوستانه تر و محاوره‌ای تره. günaydın صبح بخیر. دقت کنید günaydın. iyi günler به معنی روز بخیر. iyi akşamlar به معنی عصر بخیر یا شب بخیر. iyi geceler یعنی شب بخیر. güle güle یعنی به سلامت، خداحافظ. hoşça kal به معنی خداحافظ. hoş geldiniz به معنی خوش اومدید. hoş bulduk این معنی نداره در فارسی. ما در فرهنگمون معادلی برای این کلمه و این عبارت نداریم. فقط شما در نظر داشته باشید هر جا به شما گفتن hoş geldiniz شما میگید hoş bulduk. görüşürüz به معنی میبینمت. خب این چند تا اصطلاح روزمره رو هم که گفتم، جلسه اول ما در اینجا به پایان میرسه. این هم آدرس کانال ماست که میتونید بهش سر بزنید برای ادامه جلسات. کانال آموزشی ما در تلگرام جلسه اول آندرلاین تورکچه، یعنی جلسه آندرلاین اول آندرلاین تورکچه. خب دوستان این اصطلاحاتی که الان کار کردیم، این 10 تا، اینا یه توضیحاتی نیاز داره که توی جلسه دوم اینا رو توضیح خواهیم داد. برای جلسه دوم هم که به کانال ما مراجعه کنید. آیدیش رو هم که گذاشتیم اینجا در تلگرام، میتونید سرچ کنید واسهتون میاره. دوره آموزشی ما شامل 84 جلسه است که میشه 7 ترم 12 جلسه ای و بعدش هم دیگه میتونید اکثر مکالمات روزمره رو انجام بدید. میتونید توی مدت کوتاهی این 7 ترم رو تموم کنید، چون سرعت طی کردن جلساتی که ما آموزش میدیم دست خودتونه. یعنی مثل آموزشگاه نیستش که 1 ماه 2 ماه صبر بکنید که ترم جدید شروع بشه. نه، شما هر روزی که ترم 1 رو مثلا تموم کنید، همون روز میتونید برید ترم 2 و به همین ترتیب میتونید خیلی زود ترمای دیگر رو هم بخونید و به ترمای بالاترش برید. این در واقع یه مزیت که کلاس‌های ما داره دیگه، مخصوصا برای اون کسانی که میخوان در یک بازه زمانی کوتاه زبان رو یاد بگیرن. کلاس هم که همونطور که دیدید از الفبا هست و در تلگرام برگزار میشه. کتابی هم که کار میکنیم کتاب هیتیت هست. روش ما هم اصولیه، یعنی کسانی که میخوان اصولی یاد بگیرن یا از صفر میخوان شروع بکنن، این روش براشون خیلی خوب هست. آموزش ما هم یک طرفه نیست. میتونید سوالاتتون رو بعد از اینکه ثبت نام کردید، سوالاتتون رو همه رو از بنده بپرسید توی تلگرام، جواب میدم خدمتتون. در این دوره آموزشیمون هم روی گرامر کار میکنیم، هم روی مکالمه. خب جلسه اول ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. حتما به کانال ما سر بزنید. جلسه اول آندرلاین تورکچه، به این کانال سر بزنید. تا دیدار مجدد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.